ما شوان اینجا لگوری زانیارین ما یه هرین نو ایرو شانده که بلند یا کردی به سروکتی جنرال مظلوم عبدی فرماندار گشتی هسته که جی ایلهام احمد بر پرسا پیوندین در ولی روز آوای کرسانه و فرماندارین بلند ین آسایش پیکاتیه نهال شامه ده چاور کرن که هفدیتنا جنرال مظلوم عبدی و ایلهام احمد لگل بر پرسین بلند ین سوریه نها دست بکر بیانی ساعت 7 بگور زانیارین من دبا که هنکی پاش کتباجی به سدیست نها و دست بکر افدیتن این گرینگن لشامی تماشوانین هجا گلک بابتن گرینگ هنه و ورن گوتو بیش کرن یک جوان پرسا زمان کردیه کرد دخوازن لهری من کردی زمانی که فرمی باش بو پرورده عربی جهبه لحطانها حکومت سوری افداخواز قبول نکریه نگوتی ناجی لی جیران نگرمه کردی اصرار دکن که زمان کردی زمانی که فرمی به شان جه دو بشان پیکته بشک جه هبونا فرماندارین آسایشه فرماندار آسایشه پارزگاه حسکه عمید محمود خلیل کد ناوا کردان دو که سیپان عفرین تیناس کرن سروکتیا شاندا سیامند عفرین سیامند عفرین سروکتیا شاندا آسایشه کرد لکیلکا پرسین گریدای انتگراسیون عمید سیامند عفرین دوسیا اسیران و ریوبریا زندان جی بخار بریا شامه جبو کو چهار سریه که جوان را ببینه جبر کو حتی نها هجماره که زیده جوانین ما شروانین ما لجمع حکومت سوریه اسیرن افشان دا کوچیا شامه دخوازه چهار سریه که جوان را ببینه زو او اسیروارن آزاد کرن شان دا آسایش کردی و به وزیر نافخواه بجوه ده ناف شانده دا کی هیا فرماندار اینیا پجیه هنه نوروز احمد هیا سوزدار دیریک هیا فرماندار امن جنایی حسکه ریوبری آسایش قامشلو آزاد احمد هیا یعنی شانده که بلنده اف بلندترین شانده کردی یا دیپلوماسی و آسایشه که پشتی انتگراسیون دچه شامه اف وینه کند بینن جه آرشیفه روژا 4 ماه 8 2026 لقصر گل لکوشکا گل و مهیانی هاتیه گرتن فرماندار گشتی هسته جنرال مظلوم عبدی لگل دیپلوماتا کرد بر پرسا دیپلوماسیا روژاوا ایلهام احمدن برانبری وانجی سروکی سوری احمد الشرع و وزیر درو اسعد الشیبانی و زیاد العایشی هیا سروکی تیما سروکتیا سوری جبو هفدیتن لگل هسته کنها دهمان دمیده پارزگار دیر زوریشی